وای ولی چی داری میکشی؟ چه بوی باحالی داره. نسل جدیدا انگور انارشو دارم میکشم. نسل جدیداش که اومده؟ آره خیلی خوش طعمه. شنیدم خیلی کیفیتش خفن شده، گریسیناشو عوض کرده، از آمریکا داره وارد میکنه. آره یه طعم ملس خیلی باحالی داره که دارم توی لوکس ایسار مکس میکشم. یه کام خیلی نرم و باحالی هم میده. پس خفن شده واقعا. آره چه بوی خوبی میده. تو چی داری میکشی؟ منم دارم توت فرنگی هندونه نسیو میکشم. نه بابا خیلی خفن، تفکیک طعمش خیلی رفته بالا. من همین طعمو از پادسالت هم کشیده بودم ولی این واقعا خفنه. چقدر خوبه بوش. ولی دستگام خیلی اذیت میکنه دیگه، همش ریزش، همش لیک. مگه نمیدونی چیو؟ جیکی تیری اومده. جدی میفرمایی؟ چه دستگاه خفنیه. پس بذار بریم یوتیوب ریویوش کنیم. شرکت یوول یه شرکتی که تو این چند سال اخیر خیلی دستگاه محبوبی داده. تقریبا همه با دستگاه سری جیش خاطره دارن یا سری کوکوشو دیدن. اوایلش سری کوکوهای قدیمی اومد، بعدن کوکو پرایما اومد که خیلی دستگاه محبوبی شد. من خودم هنوز این دستگاه رو دارمش و خیلی خفنه. بعدها سری GK2 ها اومد که بعدش از اونم GK2 ویژن اومد که دور شفاف شد که یه نمونهش رو الان رنگ آبی فیروزه‌ایش رو اینجا داریم براتون. و حالا امروز با معرفی یه دستگاهی در خدمتتون هستیم که خیلی ارتقا یافته. قبلش بگم این ویدیو رو با ما همراه باشین. یه سورپرایز خیلی ویژه هم داریم. یه سری سالت نیکوتین و جویس می‌خوایم بهتون معرفی کنیم که تازه اومده و خیلی خفنه. خانم آقایان سلام، من پویانم. امروز با ریویو دستگاه GK تیری از برند یوول اومدیم. چی شد؟ ما برگشتیم. یه مهمون خیلی ویژه داریم. دوکی امر فیلمبرداری رو ول کرد و اومد پیشمون نشست و خیلی مخلصم. مهدیار هستم. اومدیم که با آقا پویان فیت بدیم دیگه، از این به بعد ما هم دیگه ویدیو رو ضبط کنیم. خیلی عالی. و اینکه خیلی خوشحالم که توی ویدیوها قراره باشم و اینکه همین دیگه. خیلی ممنونم از حضور پررنگی که تو این ویدیو داشتین. بریم سراغ فکر میکنم دستگاهی که میخوایم. من خودم میارمش بالا. یوول GK تیری. حالا بفرمایید. که اساساً گذاشته تمرکزش رو ارتقای قدرت، سهولت استفاده و حجم باتری بالاتر. نه بذار من بگم براتون. قربان شما. عرضم به خدمتتون که یوولو یه توضیحات کلی دادش دوکی فکر کنم. آره بله بله. یه توضیحات خلاصه‌ای داد در موردش که یوول یه برندیه که قدیمیه. از سریای جیش به بعد این پرطرفدار شد چون که طعم‌رسانی خیلی خوبی داره و یه سری مشکلات داشت این دستگاه‌های جی، مثل لیک دادن. حالا دستگاه سری جی معمولی و اون کوکو معمولی قدیمی باز کمتر بود لیکش. کوکو پرایما هم کمتر بود. بعد اومد روی GK2 و G2 که لیکش به شدت زیاد شد. همش هم سر اون ایرفلو پایینی کارتیج. آره ایرفلو قرمز که زیرش بود اونو حذفش کرد کامل. اون دریچه قرمز رو، اون لیک کاملا برطرف شد اونجوری که حالا نوشتن. امروز اومدیم اینو براتون تست کنیم. البته یه قابلیت جدید دیگه هم داره. اینا رو صفحه نمایش بهش اضافه کردن. این صفحه نمایش توی خیلی از دستگاه‌های جدید داره میاد رو پادا و حالا ما قبلا میگفتیم که صفحه نمایش نیاز نداشت چون که واتش پایینه و با تغییر کلاً این سیستمش ردیف میشه و حجم دودتون رو میتونیم بالا پایین کنیم. ولی دیگه حالا جدیدن دارن میذارن و امیدوارم بکار باشه. حالا ما بازم تستشو میکنیم. البته این دستگاه میگم ایرفلو چرخشیه، این کوکو پرایما بود. دست کارتیج میچرخه، ایرفلو باز این ور اون ور داره. کارتیج رو این ورش بکنیم یه ایرفلو بهمون میده، اون ورش بکنیم تنگ‌تر میشه. اما کلا بازم مشکلات سری قبل بخوام بهتون بگم، اون حجم باتریای 690 میلی آمپری بود که تو نسل دوش میذاشت. این باتری شده 900 میلی آمپر و خیلی کم مصرف هم هست. یعنی حالا این صفحه نمایشگری که گذاشته که 1.45
10 اینچ هم هست. یه سری نقدا هم بهش وارده که چرا انقدر ساده است، چرا تک رنگه، ولی خب از صفحه بندی TFT استفاده کرده که کمتر از 1% از حجم باتریتون رو استفاده میکنه. TFT میشه همون TFT نیستش در اصل، ولی حالا نوشته بود TFT. این ساعت قدیمیای کاسیو هست یه مدلش که فکر کنم اون شکلی باشه. صفحش یه حالت سبز رنگ مات داشتش، یه عدد فقط میومد. اونو گذاشته که مصرف باتری رو دیگه به حداقل برسونه اینجوریا. دقیقاً. و اینکه خب تو سایتش هم نوشته تا 720 روز میتونید صفحه نمایشگر روشن باشه بدون اینکه باتریتون کم بشه. و اینکه خب این خیلی تاثیر داره. الان همه پاد سیستما، پاد مودایی که صفحه رنگی و این جینگولی بازی‌ها رو دارن خیلی درصد باتری رو میارن پایین و اینکه خیلی آزاردهنده است. مخزنش چی؟ مخزنش بزرگتر شده؟ مخزنش کارتریجای جدید از کارتریجای جی پشتیبانی میکنه که جی تیری و جی کی تیری کلا بهش میخوره دیگه، و کارتریجا و کویل سری قبل بهش اصلا نمیخوره. کلا پرسی شده، کویل و کارتریج با همه از بغل پر میشه. و اینکه 2.5 میلی لیتر هم حجم مخزنشه. چیزای باحالی باید باشه. میریم جلوتر براتون بازش میکنیم و ببینیم توش چیا داره، چیا جدید داره و این چیزایی که گفتیم ببینیم واقعیت داره، واقعا دستگاه بهتری هستش یا نه. اینم از دستگاه GK3 دوکی جان. کلا هم 4 رنگ دیگه، مشکی و نقره‌ای و آبی کمرنگ و قرمز. اوناش هم نیوردیم براتون، همینو داریم فعلا، همینم باز میکنیم براتون. بریم که آنباکسش کنیم و ببینیم چه جوریه. بریم و برگردیم. خب بریم سراغ آنباکس دستگاه GK3. فقط این که رنگ قرمزش رو براتون آوردیم. اطلاعاتی هم که پشت دستگاه برامون گذاشته هستش که یه دونه کارتریج GT3 6 دهم، یه دونه 9 دهم و این که حالا باقی مواردی هم که گفته من ادامه ویدیو حتما بهتون میگم. بریم سراغ آنباکسش. جان باز کرد. خب اصالت کالاتون رو میتونید از این قسمت تو سایت خود یوبیل مشاهده کنید و اینکه بریم ببینیم چجوریه. جالبیش اینه پویان که همه من دستمو بیارم من دارم فیلم میگیرم آقایون خانوما، که همه بسته بندیاشو داره توی یه شکل میزنه. ویپرسو بعد از یه تایمی ویپرسو هم به من میدی یه چیزی. ویپرسو سبکشو عوض کردش سفید سبز، ولی یوبیل هنوز این تمشو داره. مالم هست مشکی زرد خوشگلم هست. حالا این هست. خب بریم سراغ محتویاتمون. 2 تا کارتریج قرار بود داخل دستگاه باشه که یکیش رو دستگاه، یکیش توی پک جداگونه است. زیر کارتریج دقیقاً نوشته شده اهم مورد نظر رو روی دستگاه خود 6 دهم است، روی این زیرش نوشته 9 دهم. و اینکه دیگه یه دونه بند گردنی همون لنیارد گذاشته، یه تایپ سی و یه دفترچه راهنما که ما توضیحاتش رو بهتون میدیم و یه رطوبتگیر. و اینکه کل محتویات دستگاه همین بود. ظاهر GK3 که صفحه نمایشگر اینور کار شده و اینکه علامت کوکو که شعار معروفش هم اینجا نوشته Keeping on, keeping going on و اینکه این میشه دقیقا مخفف کوکو. این صفحه نمایشی هم که اضافه شده بهش کجا بود؟ اینه دقیقا ببین همون رنگ همون ساعت‌های کاسیو قدیمی رو داره، اینو نداشتش. الان دکمهش کجاست؟ بغلشه که 5 بار روشن خاموششه. قبلش فقط بگم 52 گرم وزن این دستگاه، کلا ابعاد 49.2 17.1 در 74.8 میلیمتره و اینکه ساختارش خورده متمایز شده که از پلاستیک ABS اصطلاحاً استفاده شده. این خیلی تاثیر داره توی کسایی که میخوان اینو بگیرن. و اینکه حالا روکش‌های پلی کربنات استفاده شده اینجاها که مقاوم ترش میکنه. این کارتریجشو فقط به ما نشون بده یه بار دیگه. که فقط راجع به کارتریج هم رو بدنم هست، این که سطح جویسو کاملا اینجا میتونید ببینید. یه مقدار این مینیمومی که زده روش. بله کارتریجشو بخوایم باز کنیم براتون. این چسبش باز بشه. 2 تا حفره داره، دریچه هواهاش زیرش دقیقاً کار شده که این یه مقدار بزرگتره، یه مقدار کیپ‌تره. ببینیم تو کی جان. لحظه
این بزرگه. پس موقعی که به سمت اون دستگاه رو به من ببینم، به سمت این باشه، اینو بذاریم به سمت این، کامش بازتر میشه. موقعی که اون سوراخ کوچیکه رو بذاریم به سمت این، کامش کیپتر میشه در اصل. دقیقاً. و اینکه از کارتریج 6 دهمش تقریبا تا 25 وات میتونه استفاده کنید، 9 دهمش تا 15 وات. و حالا خیلی شاخصه های دیگه ای همین دستگاه داره، از جمله اینکه محافظت از اتصال کوتاه، محافظت از کشیدن یه تایم بیش از حد و اینکه محافظت از باتری کم، که خب این شاخصه های مهمیه که داره. داشتش قبلی هم فکر کنم اضافه کرد. آره. و اینکه سیستم تمام رسانیش هم همون سیستم معروف پرو فوکسشه که اینجا هم نوشته شده که یه تمام رسانی بی‌نظیری داره. به گفته خودش تقریبا 150% تمام رسانیش افزایش یافته. کارتریجش رو ببینم. کارتریجش این قدیمیاش اینجاش کویل میخورد. الان همون کارتریج خودتو به من بده. ریزش نگاه. ریزش ببینی، این ریزش که من بهتون میگم این قشنگ کارو خراب میکنه. این کویله از اینجا در میومد، توی سری جدیدش اومده چی کار کرده؟ فوکوس کنیم. این کویله رو گذاشته داخلش و یه پک اینو بعد عوض کنیم به جای اینکه کویل رو فقط عوض کنین. این خیلی هم خوب شده. اینجوری هم باعث میشه که کارتریجتون، این مخزنتون عوض بشه، هر دفعه نو بشه. اگه مشکلی داشته باشه معمولا از این در مخزن، حالا قدیمی ها از این بالاش پر میشد، از اینجاش پر میشد، اینا میشکست، خراب میشد سریع. و این اومده کل داستان عوض میشه و یه چیز نو میشه دیگه. اینم خیلی هم خوبه. نکته خیلی مهمش راجع به کارتریجش اینه که خود علی هم رفته بود اسکی تست کرده بود. یه حالت یو داره اینجا که عکسش هم حالا کامل میذاریم کنار این توضیحات ببینید. یه حالت یو اینجا شکل گرفته که ریزش مایع رو واقعا به صفر رسونده، حتی با اختلاف ارتفاع زیادی که تو پیست اسکی هست نسبت به سطحی که تو این زاویه چون مشخص نیست این قسمت سیاه اومده و این حالا شیشه اومده مشخص نیست. عکس حالا تقریبا منفجر شده باز شده شو براتون میذاریم. یه یو اومده و اتصالاتش هم اتصالات قویه که به وسیله اولتراسونیک انجام شده که خیلی واقعا ریزشش رو به صفر رسونده. یعنی حتی شاخه دیگه الان یوویل اومده یه حرکت بزنه بقیه رقبا رو بهتره کنه. دقیقاً با دستگاه ایکس راسا مقایسه شده ریزشش خیلی کمتر شده، با اینکه ویپرسو داره رو سیستم تریپل اس آنتی لیکش مانور میده، ولی واقعا یوویل تو این کارتریج خیلی موفق شده بود که ریزش رو به صفر برسونه. یه خبرم بدم بهتون، حالا اینو بازش کردیم، دستگاه ایکس روس پرو تا چند وقت دیگه میاریمش، اونم ریویوشو میگیریم به زودی. 100%. بریم خود سراغ خود دستگاه. دکمه اینجا کار شده بود 1 و 2 و 3 و 4 و 5. دستگاه روشن میشه، یه ویبره هم به حالت فیدبک میره، واتو نشون میده، باتری رو نشون میده، اهم کویلی که کارتریجی که میذارین روش نشون میده و حالا پافی که گرفتین رو نشون میده که وقتی که 3 بار این دکمه رو دوباره فشار بدین تنظیم واتش میاد که با هر کلیکش 5 تا 25 وات متغیره که بازه وات هم بهتون گفتم چجوریه قبل که 6 دهمش رو تا 25 وات میتونید استفاده کنید، یعنی 15 تا 25 تقریبا، و 9 دهمش رو تقریبا حالا 5 تا 15 وات میتونید استفاده کنید. بعد که این ثابت شد شما 5 بار میتونید بزنید دوباره خاموشش کنید یا 4 بار که بزنید پافو براتون ریست میکنه. فقط کارتریج رو همیشه همونطور که گفتیم 70-80 درصدش پر کنید، یه 10 دقیقه بهش استراحت بدیم، بریم و برگردیم برای تست کام و جمع‌بندیش. خب اینم سورپرایزی که براتون گفتیم. این همه گفتیم که نستی چیه؟ نستی افتضاحی میگین. نستی نمیدونم کویلو میسوزونه، نستی فیلان بیساره. اینم از نستی های جدید، سری جدیدش که نستی اومده بگه که آقا ما به جز قیافه کیفیت هم میتونیم داشته باشیم. نستی اصلا یه برند مالزی بود، یه ذره بیارم این برتر که ببینین. نستی یه برند مالزیه که این برند از قدیم الایام تا الان خیلی خیلی روی طعمش، حالا طعمش رو جدی بگیم دیگه، طعماش خوب بود، طعماش اوکی بود، کاملا طعم رسانی بالایی داشت، طعمای خوشمزه‌ای داشت، قیافش خیلی خوب بود، ولی مشکلی که داشتش و همه میگفتن این بودش که کویلو خیلی میسوزوند. حالا اومده چیکار کرده؟
اومده گفته که من برداشتم گلیسیرینایی که میریزم داخل مایه هامو کیفیتشو بردم بالا آمریکاییش کردم و خیلی بهتر از قبل شده. میگه همچین چیزی تست میکنیم بهتون میگیم. طعمای جدید داده، کلی طعم جدید داده. حالا سالتاش همون نیکوتین 35 اومده، جویساش همون نیکوتین 3 و اینکه درصد غلظتش رو برده بالا. همینطور طعمای جدیدش باید امتحان کنیم ببینیم چه جوریه. یه چیزی بگیم، تو کارتریجای 6 دهم و 9 دهم کلا ساپورت میکنه این دستگاه و اینکه تو جفتش میتونید سالت بریزین، تو 6 دهمش میتونید جویس بریزین. یعنی اگر دنبال یه دستگاهی بودین که خیلی بزرگ نباشه و جویسی استفاده کنین، نیکوتین نداشته باشه، یعنی مناسب افرادی که سیگار هم نمیکشن باشه، شما میتونید تو کارتریج 6 دهمش جویس بریزین و اصلا از نیکوتین بهره مند نشین. اینو قبلا داشتیم ولی اسمی نداشت روش. کارتریجای 6 دهم تا 8 دهم اگه دیدین جایی نوشته RDL یا RDTL، این قابلیت رو دارن این کارتریجا که هم جویس رو ساپورت کنن هم سالت نیکوتینو. حالا طبق توضیحاتی که میدن معمولا واسه کسایی که بین ویپینگ با حجم دود زیاد و پاد یه چیزا میخوان حجم دود بالا رو داشته باشه، طعم‌دهی خیلی خوب هم داشته باشه، یا نیکوتین بگیرن ازش یا نگیرن. این قابلیت رو روی این دستگاه با این کارتریجا گذاشتن. حالا ما هم میخوایم کارتریج 6 دهم اینو تست بکنیم که روش نوشته 25 وات با چه جویسی امتحان کنیم؟ عجیب غریبه رو گوابا یخ. گواوا رو تست کنیم، گواوا آیسو که میوه عجیب غریبی خودمونم نخوردیم به جز تو آکسفورد. این طعمش رو میخوایم تست کنیم، بریم ببینیم چطوریه دیگه. فقط این که این 3 میلی گرم هم هست، 60 میلی. از این مسخره بازی های قدیمیش هم داره که برچسب بذاره داخلش. ضربه به گلوش 1 از 5، کولنسش 4 از 5، شیرینیش 3 از 5 و طعم رسانیش 5 از 5. اینا که میخوندی هم یه نشون بدیم. این بغلش معمولا مینویسه که اطلاعاتی که در مورد اون جویس هستش. اینم یه خلاصه از اون. خب بریم سراغ پر کردن کارتریج. همونطور که گفتیم از بغل یه دری داره لاستیکش باز میشه. و اینکه به راحتی 3 نفر شدیم. 3 نفر شد. علیه، دستای علیه که داره باز میکنه. و اینکه خب کارتریجتون رو 70-80% پر کنید و یه چند دقیقه بهش استراحت بدین اگر اولین بار بود، نو بود. و اینکه هیچ وقت هم نذارین از 30% کمتر بشه. دیگه خیلی هم راحت شده، اون داستان در اپ بالا باز کردن و اینا هم نداره. همین. و اینکه اگه نکته‌ای نمونده که بریم برگردیم خیس بخوره، آماده کامگیری باشیم. این دقیقش گذشت و اومدیم تستشو بگیریم. یه نکته‌ای رو بهتون بگم، اینو بارها هم پویان گفته هم ما خودمون به همه میگیم، اینو حواستون باشه که بذارین این 5 دقیقه بمونه. خیلی از کارتریجا این شکلی نابود میشه. جویسو که ریختین داخلش یکم صبر کنین، اینو اصلا بذارین کنار بمونه تا اون 5 دقیقهش بگذره، بعدم بذارین روش. این یه نکته کوچیک. کارتریج 6 دهمش رو گذاشتیم که روش نوشته 25 وات. حالا چون که کارتریج نوعه، ما یکم واتو میاریم رو دستگاه پایین‌تر که اگه 1% هم کم جویس رسیده بود به پنبهش، این داستان باعث نشه که یه نکته جالب که داره اینجا سینسشو زده 2015، یعنی افتتاح شرکت یوول 2015 بوده، همزمان با ویب تهران افتتاح شده. ویب تهران هم 2015 در خدمت شما بوده. خب اینو باید 3 بار بزنیم. 3 بار که میزنیم بهتون نشون دادش پویان، چشمک زن میشه و میتونیم واتشو تنظیم کنیم. من واتشو از روی 25 میارم میذارم روی 16-17. یه چند ثانیه وایسین، این ثابت میشه و اینجوری میتونین شما تنظیمش بکنیم. این 17 وات و اینم کارتریج جان با 2 تا حالت دریچه باز و بازتره و کیپتره کام میگیریم که کاملا فرقش رو ببینیم. بذاریم ببینم کدوم دریچه است. الان این بازه رو اول بذاریم تست بگیریم. تو حالت باز هم تنفس کویل بیشتر، هم کامتون بازتر، هم یه مقدار طعم رسانی بیشتره. خب
اینو شما تست بگیر اول. خواهش می‌کنم. نه دستگاه جدیدی، دستگاه نوعی. مرسی. خب بریم برای تست کامش. چطوره؟ چه میوه عجیب غریبیه. تا حالا سالش یعنی کیوی پشن فروت گوواوا قبلا میزد نسی ولی خیلی شیرین بود. من دوست داشتم. این باحاله. گوار ما هیچ موقع میوهشو نمیخوریم ولی سالت و فلان اینا رو این میوه زیاد ما کشیدیم. دراگون فروت و نمیدونم گواوا و یه کام بگیر بعد نظرمون رو با هم میگیم. ولی خیلی باحال بود طعمش. راستشو بگو خوب بود یا نه؟ طعمش خیلی باحاله. رسون به من. بعد چون جویس هم داره میشه واتش هم تقریبا بالاست بعد خیلی نرم داره کام میده. یه حجم دود اول ببینیم الان مشخص میشه تو ویدیو. روی 17 واتشه دیگه. تا 25 میتونیم ببریم بالا. بگو حالا نظرتو. طعم رسانیش خیلی خفن تر شده. من میگم هنوز کوکو پرایمو دارم یعنی نسل اولیه یوول و اینکه با طعم رسانی این شرکت کاملا آشناییت دارم. یکی به من گفته بودش که تمدهیش خوب نیست نمیدونم فیلان بیساره. شاید این ویدیو رو هم ببینم ولی حالا از نظر ما که تمدهیش خیلی خفن تر از قبل شده واقعیتش. خیلی هم کارتریج مقاومی به نظر میرسه. آره و اینم نگفتیم بهتون این کارتریجای جدیدش خیلی خیلی عمرش بیشتر از اون کویلای قبلیه. هی از پشت صحنه به من میرسونن که دو دستی بیام جلو. الان فوکوسی به چرخونش دریچه بستم کام این بگیریم. دریچه بازش بود اینم بستش. دریچه کوچیک‌تر است. یه دور به چرخونین دیگه اون شکلی میشه دیگه. مرسی. معمولا فکر کنم روی دریچه کیپ ترش دودش یه ذره بعد کمتر بشه. کامش مثل سیگار میشه و طعمش هم یه ذره بعد بیشتر بشه. بیشتر شد؟ طعمش که یه مقداری آره ولی دارم به این فکر میکنم که دیگه واقعا پادمادا داره منسوخ میشه. یعنی اونی که یه حجم دود میخواد خب همینم فکر میکنم واسش کافی باشه و اینکه الان ما جویس ریختیم هیچ نیکوتینی به بدنمون نمیرسه تقریبا. پادمادا شاید نه فکر نکنم. من پادمادا فرقی که دارن بیشتریاشون ساخته شدن برای حجم دود زیاد معمولا که بخوان یه حجم دود پایین مثل پادم داشته باشن. حالا مثلا کام بسته‌شو ما هم یه کامی بگیریم و ببینیم. و اینکه حجم دود یعنی خوبه و اینکه طعم رسانی هم واقعا به شدت افزایش یافته نسبت به کارتریج نسل یکش نسل دوش و اینکه واقعا به نظرم برد این دستگاه تو نداشتن ریزش مایه است. هر رقابتی که بود یعنی یکی میخواست کالیبرن یا یوولو بکوبه میگفت ریزش مایه داره و اذیتت میکنه ولی واقعا فکر کنم ریزش مایه‌ش رو حل کرده. تا الانش که از ویپرسو یه ذره زد بالاتر چون ویپرسو ایکس روز خودم دارم استفاده میکنم. از کارتریج 6 دهمش استفاده کردم 8 دهمش و یکش اینا رو دائما استفاده کردم. تمدهیش از این کمتر بود. مایه نستی من قبلا خیلی نستی کشیدم. نستی یه چیزی که داشتش توی سریای قدیمیش حالا اونایی که زیاد نستی کشیدن شاید تست کرده باشن شاید هم فقط به نظر من اومده باشه. نستی قدیمی اینجوری بودش که موقعی که زیاد ازش استفاده میکردی اون مزه گلیسیرینه توی دهن میموند. کاشمناش وای وای. آره کاشمناش مخصوصا اونو خیلی در به داغون میشد دهنت بعد از اینکه میکشیدی. یا شیرینیش انقدر زیاد بود که دلو میزد. توی این سری از مدل‌های جدیدش اومده شیرینیش رو یه چیز متعادل درست کرده. گلیسرین اون مزه بد قبلا رو نمیده حالا در حد این چند تا کامی که گرفتیم و اینکه میشه حس کرد که این کیفیت گلیسرینه که خودش هم میگه که افزایش پیدا کرده واقعا افزایش پیدا کرده. الان من دارم میبینم طعم‌دهیش خیلی زیاده شاید از خیلی از برندها بیشتر باشه کیفیتش هم یه پله رفته بالاتر ولی دستگاه نمیده یهو شاکار میکنه این و اون اکسپلور و جی تیری و جی کی تیری و اینکه خب اینم دستگاه خیلی خوبی بود. اینجا بذاری میفته من بذارمش پایین. اینم از دستگاه جی کی تیری که همراه با آقا پویان بودیم و ریویوش کردیم.
دستگاه خیلی خفنی بود. دستگاه‌های جدیدم توی ریویوهای بعدی میذاریم براتون. چنل ما رو دنبال کنید، لطفاً لایک و زنگوله بغلش هم بزنید که ما ویدیو گذاشتیم سریع خبردار بشین. دوست داشتین واسمون کامنت بذارید، هر سوالی هم که داشته باشین جواب بدیم بهتون. آره کامنت رو بیشتر بهش چیز کنین، کامنت بذارین، همونجا جوابتون رو میدیم ما. و اینکه مرسی از شما که تو این ویدیو شرکت قربون کردید. شما. ان شاءالله که همه ویدیوها از این به بعد همینطوری آره، پیش تا میره. ویدیوهای بعدی فعلا. خدا نگهدار.